دانستن هر یک مسلمان شرط و ضروری است. بینید که دشمنهای اسلام نسبت و ضد مسلمانها چیزهای ساخته ایستادند که با این کاری خود ما را دام خود کردند و ما را فریب داده ایستاده‌اند. این را باید همه این مسلمانها دانند و با این چیزهای ساخته شده نباید باور کنند. دوستان عزیز، از همه شما همین را خواهش میکنم که برای عملی که شما لازم نیست تنها نوار را به دیگران روان کنید، پلیلیست کنید تا اینکه از این حالتها و از این کار دشمنهای اسلام با خبر شوند. انشاءالله با فایده ای ما و شما هست. السلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. موضوع امروزه ما درباره بعضی چیزهایی که ما استفاده میبریم اما نمیدانیم که در آنها چه علامت‌هایی هست که دشمنان اسلام اینها را بهر مسلمان ها آماده میکنند. موضوع امروزه امان درباره لباس ها می شود. لباس و نوشته هایی که به آنها نوشته می شود. این زمان بسیار لباس ها در اصل دولت خیتای استحصال کرده برآورده ایستاده‌اند و در داخل آنها هر خیل نوشته ها بسیار دارد که بسیاری از ما و شما بیخبر هستیم و نمیدانیم که در آنجا چی نوشته شده است. برای مثال انا همین نسکی که شما دیده ایستاده اید نسکی عادی هست، همین خیل نه؟ پس بیایید داخل آن را یک نظر کنیم. دیدید این نوشته چرا میفهماند؟ میدانید در اینجا با عربی الله نوشته شده است. اکنون به این پایافسال اهمیت دهید. پایافسال هم عادی هست و عادی نمایان هست، اما در تگ آن در بین خط سیاه چی نوشته شده است؟ یک نظر کرده بینید. دیدید در اینجا هم با نوشته های عربی نوشته شده است. در عین زمان بین مردم چیزهای اسلامی و دینی خرید کردن عادت شده است. این را بینید. بسیاری از ما فکر میکنیم که در اینجا الله نوشته شده است، همین خیل، اما در اصل در اینجا دیگر چیز است. خوب و با دقت نگاه کنید که این علامت چرا اشاره کرده است. البته همه شما میدانید که این علامت خیلی تحقیرآمیز است. نوشته شدن الله من این خیل می شود. فرقش را دیدید. همین خیل چیزها را در اصل شرط نیست که خریداری کنیم و اینها برای ما و شما هیچ گونه فایده و ثوابی ندارد. آن محبتی که با الله داریم اگر در قلبمان در دلمان نباشد، این نوشته ها برای ما چه لازم؟ دوستان عزیز، البته این کارهای دشمنهای اسلام است و ضد مسلمان ها چنین کارها کرده ایستاده‌اند. شما نیز از برای الله نوار را برای دیگران پهن کنید تا اینکه از این حالت با خبر شوند و فایده ای ما و شما و ثوابش بر ما و شما خواهد رسید.